سلیم شاهین هنرپیشه افغانستان آزاد شد. روحی 398. سلیم شاهین هنرپیشه سینمای افغانستان بیگناهی خود را ثابت کرده و آزاد شد. سلیم شاهین یکی از موفق ترین بچه های فیلم افغانستان و دایرکتر فیلم های افغانی بود. 6 ماه پیش به جرم سوء استفاده از دخترها در فیلم هایش مورد بازجویی قرار گرفت و بعد از محکمه روحی زندان شد و به حبس 3 سال محکوم شد. ولی چند نگذشت که از زندان پلچرخی مصاحبه تلویزیونی با رسانه ها انجام داد. وقت گفت که وی هیچ گناه ندارد و به زودترین فرصت بیگناهی خود را ثابت خواهد کرد و دوباره آزاد خواهد شد. این در حال است که آقای شاهین تقدیرنامه ها، مدال ها و جوایز جهانی را به نام افغانستان از آن خود کرده بود و بهترین فیلمساز، دایرکتر و بچه فیلم شناخته شد و بعد از 6 ماه بیگناهی خود را ثابت کرده و آزاد شد و در جریان همین هفته در رسانه ها حضور پیدا کرد و جریان این دوره محکومیتش را قصه کرد و در اخیر گفت که من عاشق افغانستان و سینما هستم و هیچ کس با پلان ها و افکار و شوم خود نمیتواند من را از هنر و عشقم نسبت به سینما دور نگه دارد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.